با اولین ویدیو یوتیوب ما خوش با هم اول وایسا جا اینجا وایسا بیا پشت بیا اینجا رد نمیشه آخه سخت یک دو سه به اولین ویدیو یوتیوب ما خوش اومدین. ببخشید اینستاگرام $2,000 years later. واقعا استرسم. آقا امروز قرار ما اولین ویدیو یوتیوبمون رو ضبط کنیم با موضوع چی؟ آشناییمون. معرفی خودمون دیگه. آره چجوری آشنا شدیم و اینا. همه اینا. یه سری هم باکس گذاشتم توی اینستا. ازمون سوال پرسیدین که من اون سوالا رو ندیدم و شقایق جان پشت صحنه زحمت کشیدن، گلچین کردن و اینا که قراره ازمون حالا بپرسن. ما جواب اون سوالا رو واقعا استرس داره. حالا الان میفهمم کاری من خیلی استرس من که اوکی ام. قراره نهارم لازانیا درست کنیم. وای غذای مورد علاقه آقا سعید. اصلا دیوونه‌شم. دیوونه این غذام. آره. بعد تبلیغم شد. بعد دیگه هیچی گفتیم که بیایم جلوی دوربین حین کار هم غذامون رو درست کنیم هم صحبت کنیم. آره بریم. البته که غذای اصلی و من یعنی آشپز اصلی بنده هستم. جدی میفرمایی؟ یعنی بدونید چقدر زمان برد تا من آشپزی و یاد کمن خانم برم. خب وسایل من آماده کنم. خب هر جا اضافه بود چقدر جان از شبه جان شما خودت میدونی دست شما بازه، میدونی دست شما بازه. خب ما اینجا از رب گوجه فرنگی دستاتو بیا بشور دیگه جلوی دوربینه. آها اول من که شستم، من سرویسی شستم. ولی حالا نوبتی اول خانوما بعدن آقای. بیا بشور. من وسایل مورد نیاز فقط ما چون تجهیزات کم داشتیم این میز رو آوردیم گذاشتیم چون اگه می‌خواستیم اینجا آماده کنیم پشتمون به شما بود. برای همین مجبور شدیم این میز رو بیاریم اینجا. یه مقدار چرا خیلی دست و بالمون تنگه. ولی کار خدا رو می‌بینی، یعنی این میزم با آشپزخونه سته. این قشنگ کرده کار درسته؟ خدا رو شکر. خب این پیازه. لطفاً اجازه میدی پیازو بنده؟ آره. چشم. فقط سعید مثل همیشه درشت خورد نکنه. خب یه مقدار شما خودتون معرفی کن که آره. خب اول اینو بگم من که کمندم تو اینستا خیلیاتون منو میشناسین، آدم معروفم. شما بنده سعید هستم. چند سالمونه؟ بنده سعید 25 هستم. سالم شد 4 مرداد. بنده 27 و خورده‌ای. چند روز دیگه میشه 28 سالش. بله. آره این از سن و سالمون، یعنی 3 سال اختلاف داریم. خیلیا قدیم ازم میپرسیدن چند ساله، من تو دایره جواب میدادم آقا ما 3 سال اختلاف داریم. خدایی به من میاد مثلا 20 سالم باشه. بابا خیلی جام تنگه. آها محدودیت رو ببینیم آخه. عشقش در میاد محدودیت. شبران پشت. الان آقا شما پیاز میخوای دیگه تایم بگیریم من کی بده راست میگه من میکنیم آقا تو پیاز چیز کن داستان آشناییمون بگیم. اول از همه بذار میخوای خودمون رو چیز کنیم از چند تا بچه خب آره اجازه بده من خودم معرفی بکنم. من سعید ستوشور هستم، 28 سالمه. بعد پدرم متاسفانه از دست دادم، فوت کردم. حالا چه دارکش کرد داستان عمله. خب 2 تا داداش دیگه دارم بزرگتر از خودم، به علاوه یه خواهر دیگه دارم بزرگتر از خودم. میشیم 4 تا بچه. بله. من بچه آخرم. بله. مادرم که هست سلامتاً. بله. خدا رو شکر. بفرمایید شما. یه برادر دارم از خودم کوچیک‌تر. البته 2 تا خواهرم دارم که قبلا توی لایف توضیح دادم. در واقع از مادر یکی هستیم ولی خب اونطوری مثل فیلم ها ناتنیه مثلا اینو بزنیم مثلا دیگر بکشیم اینا نه واقعا ناتنیه خوب. آره اینطوری.
آره خلاص اینم تعداد بچه و آها خیلی از هم پرسیدین که مثلا کجا زندگی میکنم پدر مادر تو اینا. خب مادر منم فوت شده، بازدار شد. مادر منم فوت شده و پدرم سبزوار زندگی میکنه، واسه همین اصلا نیستیم. یه آهنگ سبزواری لطفا. آره خب این از معرفی خودم. داستان آشنایی ما میخوای سعید تو بگو من اینا رو خریدش برم. داستان آشنایی ما خب جفتمون پردیس زندگی میکردیم. چند سال؟ 15 سال. زمانی که کمنجان طفل بودن و خب بنده یه مقدار 3 سال بزرگتر بودم ازشون. میرفتیم پارک بازی میکردیم، توی اکیپ بودیم دیگه بالاخره. حالا اون موقع بازی میکردیم، بازی نمیکردیم. نشستیم بعد نیست بگم چه بازی میکردیم. نه. خلاصه بعد دیگه دوستی بودیم که مثلا حالا دوست بودیم دیگه مثلا آره میشناختیم تو پارک دیگه هم دیگه رو دیگه آره. دوستای مشترک داشتیم بعد با هم آشنا شدیم و اینا. اینا رو اینطوری خورد کنم. ببین از وسط نصفش کن. خب بعد اونوری بود. خب دوست مشترک داشتیم با هم آشنا شدیم بعد دیگه دوست بودیم با هم دیگه. تقریبا من 13 سالم بود، میشه چند سال پیش 12 سال. سعیدم 12 سال پیش میشد 15 سالش. و من اون موقع خیلی مثلا دختر شر و شیطونی بودم. درس خونه ما شر و پسر شیطونی بودیم. شما خانم نمی‌خواد. آره من مثلا کم پیش میاد اون موقع دختر مثلا انقدر شیطون باشه که مثلا با دوستای پسرش مثلا بازی کنه نمیدونم این داستان. حالا به من آخه چون- تو مشتی بود آه، نه، من تمام چون- بچه سوسول نبود می از اینا بود که من چون مامانم مغازه داشت خیلی ها میدونم پردیسی ها. بعد اون موقع من مثلا از 10 سالگی فروشندگی مامانم میکردم. من چکر از 12 سالگی فروشندگی مامانم میکردم. بعد برای همین خیلی اجتماعی بودم، خیلی ها رو میشناختم. از اونجا شد که خیلی هم مثلا دوست و رفیق. سعید جان یه برو اونور عزیزم، دوست و رفیق پیدا کردم و این موقع رو میگی نه تو غذا این از اینو دیگه این آشنا شدیم با هم. اولین ویدیو یوتیوبمونه، من اینو یادگاری نگه می‌دارم. آشنا شدیم با هم. بعد دیگه چی بگیم تا گذشت و تا همین چند سال پیش 3 سال پیش. آره تو رفتی یه مدت دانشگاه. آره من آفرین. آره من مثلا 2 سال هنرستانم و سبزوار درس خوندم چون رشته تربیت بدنی بود. بعد خب سخت بود مثلا پردیس نداشت. بعد میرفتم تهران، ترجیح دادم که 2 سال برم چه مامان بزرگمی نزدی دیگه 2 سال اونجا بودم. سعید جان تمرکزشون از روی ویدیو میاد. آروم ببخش میخوای تو قارچا رو بشورم. خوراکم شستن قارچ. دعواشم کردم که برد دیگه چیز کردم و هنرستان درسم خوندم. بعد رفتم دانشگاه گرگان قبول شدم. چه شهری بود واقعا بهشته برام. خیلی روزای خوبی داشتم. گرگان قبول شدم. 2 سال بعد اونجا درس خوندم. بریم گرگان زندگی کنی؟ بابا بزن رشته ببین داره چیکار میکنه؟ اینا رو یوتیوب گفته نشون ندید. رشته کلام از دستم میره. بفرمایید. بعد دیگه هیچی رفتم اونجا درس خوندم و ببین هی یه جمله رو 100 بار تکرار میکنم. حالا ببین چه کامنتی بگید. بعد اون یعنی نه آخرین ترمم بود فکر میکنم. آره مامانم فوت شد دیگه. بعدش برگشتم دوباره سبزوار پیش مامان بزرگم اینا. بعد دانشگاه شریعتی تهران قبول شدم. رشته‌ام تربیت بدنی بود. بچهای تلگرام میدونن چنل دارم اونجا به اونا گفتم. بعد دیگه رفتم سبزوار و کرونا شد. 1 روز من توی دانشگاه شریعتی درس خوندم. ای وای از پشت صحنه اشاره کردم چاقو رو 1 روز من دانشگاه شریعتی تهران درس خوندم. 1 روز یعنی در واقع حضور داشتم. به بعدش دیگه کرونا شد و غیر حضوری شد. پس بچه موثری. چون ترم بهمن شروع کردم من. ترم ما بهمن که میرفتیم سر کلاس این اوزامون اون دوستایی که تو اون دوران درس خوندن ببینن چه مدرک‌های زیبا و منم کرونا درس خوندم لیسانسم. هی اینم شنیدم که نباید بگی. چقدر چیز نباید بگی. آخ آره اینم بذار تایپ کن بخواد روی ویدیو که اینا رو نباید. دیگه خلاصه برگشت. بعد دیگه 2 سال درسم رو خوندم و اینا.
بعد گذشت و یه سالم سبزوار موندم. بعد دوست داشتم تهران کار کنم چون درآمد سبزوار به نظرم کافی نبود. بعد دیگه نمی‌اومدم، تو رفت آمد بودم و اینا. بعد سعید گفتش که میومدم خونه دوستان میموندم، دروغ نباشه میومدم یه چند ماه خونه‌شون میموندم، مثلا چند خونه این چند خونه این، خیلی حال می‌داد. بعد خیلی هم دوستای خوبی دارم اینجا قید کنم. ولی سعید گفتش که ببین من که بازار کار میکنم، مامانم هم که خونه تنهاست، بیا برو پیش مامانم زندگی کن، میخوای سر کارم بری و اینا. بعد گفتم که اگه صحبت کن. سعید سوزوکی. خلاصه من چی بودم تو این دوران که کمال جان این همه دزدی دادن و اینا، منم رشتم دکوراسیون داخلی معماری میخوندم. خیلی وقت پیش میخوندم، خیلی وقت از زمان درس خوندن من گذشته. درست خلاصه دیگه دانشگاه رفتم، یه 2 ترم رفتم، گواهینامه‌مو که گرفتم دیدم دانشگاه جای من نیست. چرا؟ چون اونجا بانوانی بودن که با آودی تیتی می اومدن، من پیاده میرفتم. به خاطر همین اختلاف طبقاتیه دیگه دلسرد شدم و گفتم چه کاری، برم سر کار. اومدیم داخل شهرمون، کار املاک رو انتخاب کردیم چون دوست داشتم. پردیس زندگی میکنیم گفتم آره اون که اصلا. خلاصه 3 ماه بنده کار نکردم املاک، انقدر بازار خوب بوده. البته خودم من آدم املاک نیستم بخوام مشاور املاک وایسم و این داستانا. دیگه بابا اومد نشست با هم صحبت کرد، گفت پسرم برنامه چیه برای زندگی؟ گفتم بابا یعنی این توضیحی که داره میده قرار ما 1 رو ویدیو 20 دقیقه ویدیو بگیریم، قطعاً 50 دقیقه ویدیو توضیح میدم. سریعتر دوست ندارین توضیح بدم؟ توضیح بدم یا ندم؟ توضیح بده ولی خلاصه داشتم میگفتم من رفتم بعد به بابام گفتم که بابا من باید برم سربازی. Looking boy, what you say? Looking boy, I get it. بابام گفتش برو سربازی. من نشستم بابام گفتش که بسرم بیا برو سربازی، بهترین کار اینه که بری سربازی اینا. فردا صبحش من رفتم دفترچه باز کردم و یعنی تنها جایی که پدرم خیلی به من افتخار کرد و دوستم داشت، البته پدرم من خیلی دوست داشته ولی در کل چون بچه آرومی بودم. حالا ببین چقدر میخواد دارکش کنه، دوست گریه بقیه در بیاد. خلاصه که وقتی خدمتم تموم شد دیگه میخواستم کار مهاجرت هم بکنم، دیدم مثلا اون زمان چقدر سرمایه میخواست. من 98 خدمتم رو تموم کردم، اون زمان خب چقدر سرمایه میخواست. به خاطر همین دیگه برگشتیم سر کار املاکمون و شرایط هم بهتر شده بود، یعنی دیگه کار میکردم و این داستان. بعد یه مدت دیدم باز املاک کار من نیست، رفتم بازار تهران راسته پاسابات، تو کار فروش پارچه و این داستانا بودیم پیش دامادمون. ما چون سیگار نمیکشیم. آره. بعد دیگه اون کارم باز مناسب به بنده نبود. خب قبل اصلا می‌خواستی بگی من چجوری تو کجا کار می‌کردی؟ من بازار اومدم اینو داشتم. بازار بودم. آره بازار بودم که من مثلا صحبت می‌کردیم، میگفت می‌خوام برم تهران سر کار این داستانا. گفتم خب من که تهرانم نیستم. حاج سعید سوزوکی کمال جان شما بیا برو پیش مادر من زندگی کن، تنهاست، با هم اشغال و این داستانا. خلاصه بعد یه مدت بعد هم تهران دیگه. آره دیگه من تهران چون مامان بزرگم اینا کلا چون خیلی اجازه میدی من پیازا رو بریزم تو مامانم که خب میگم سبزوار بود و اصلا کلا خیلی دختر مستقلی بودم، یعنی اگه بهشون میگفتم من فلان کارو میخوام بکنم اوکی بودن باهام، یعنی اصلا اینطوری نبود که نه کجا میخوای بری چون امتحانامو پس داده بودم واقعا و همش. آره میگم که من شده بودم شیرزنی بود. آره اون زمان خلاصه این از ما رو میزد، ما رو کتک میزد. نه دروغ میاد، شوخی میکنم، دروغ که کار خوبی نیست. من چقدر دارم سوتی میدم، اولین ویدیومه خیلی هم فولی بدتر از من. آره استرس گفتم ندارم دارم شوخی کردم. بعد دیگه هیچی دیگه من موندم خونه سعیدینا و بعد سعید رفت آمد میکرد. بعد کم کم میگو میشه یه کار برای من توی پردیس جور کنی. بعد گفتم که تو هم خودم چون من یه جا کار میکردم توی کارخونه، گفتیش که میشه برای من همین دورو برای کار جور کنی. گفتم اوکی. یه چیزی بگم، من تا تهران میرفتم مثلا تو بازار این داستانو مثلا 4 تومن حقوقم بود،
کمند همینجا بود مثلا یا 9 تومن میگرفت. خب نه 9 تومن نه 7 تومن میگرفتی. 5800 میگرفت. باز خدا رو شکر. 5800 میگرفت. 1800 اینجا پیدا کنه اینا دیگه اومد اینجا و بعد مثلا من از هدفم من خوب از اول آدم مهاجرت بودم، خیلی مهاجرت دوست داشتم و هر بارم به دلایل مختلف نشد. این چاقو رو میارم بالا نشد و اینا دیگه هیچی. یه لحظه من چقدر جان خب صندلی هست بشین عزیزم بنده خدا از اون بالا بعد دیگه هیچی. چی داشتم خیلی آدم مهاجرت بودم اما هر بار یا تنبلی میکردم یا یه اتفاقی مثل کرونا میافتاد اصلا انگار ای بابا اون بیماریه نفسه دیگه ما دیشب این چیزایی که مثلا کاری که نباید بکنیم این داستانا رو دیشب سرچ کردیم که آقا چیه ما چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم بعد داریم همون کارهایی که میکنیم که نباید بکنیم. بعد دیگه هیچی. سعید جان اینو خورد نکرد قارچا رو میشه چیز کنه خورد کنه. بعد نشد خلاصه مهاجرت کنم دیگه. به سعید گفتم سعید من خب بیام اینجا کار کنم همزمان زبان بخونم بعد مهاجرت کنم. گفت میشه منم اقدام کنم میشه منم بخونم. گفتم بیا من بهت زبان یاد میدم تو که میخوای بیای پردیس کار کنی و اینا دیگه. اومد و بعد انگار که وقتی هدفمون یکی شد انگار یه علاقه بینمون شکل گرفت. یعنی تو این چند سالی که ما 12 سال رفیق بودیم واقعا با هم دوست بودیم. درست علاقه می‌خواستم علاقه نشون بدم. این چقدر اذیت میکنه همچون بچه 10 ساله. میخوای خورد کنی؟ بله. میخوای با هم خورد کنی بگی من از هر کی زودتر خورد کرد. بعد برو اون منم این بعد دیگه هیچی. چی داشتم میگفتم بریم میگم یه چیز مهاجرت و این داستانه می‌خواستم بعد دیگه هدفمون یکی شد انگار یه علاقه شکل گرفت بینمون و خب انگار نمیدونم خیلی عجیب بود برای خودمونم. می‌دونی چیو من خیلی حال کردم با کمند اینکه یکی اینکه مستقل بود من که الان بود. خیلی خیلی دختر مثلا الان ببخشید شکر نمی‌کنم الان خیلی از دخترها اینطوری بودن که خدایا اولین ویدیو دیگه خیلی از دخترها خب الان کار میکنن واقعا ولی مثلا زمانی که من 10 سالگی مثلا میگم فروش مثلا مشغال میبردم میشستم پشت میز فروشنده مامانم بودم مغازه مامان بعد لباس بچه داشت بعد نه واقعا گریه نداره میخوام بگم که اون موقع خیلی مرسوم نبود. من پیاز دارم خورد میکنم نگو اصلا قارچ پیاز. بعد هیچی مثلا اینطوری بود که خیلی کم پیش میومد دختر مثلا انقدر کار کنه و فلان و اینا. بعد من مشقا میبردم مشقا مینوشتم بعد مشتری من داخل مغازه میگفتش که ببخشید خودشون نیستن. من گفتم خودشون خودمم بفرمایید. بعد دیگه هیچی خلاصه خیلی مثلا دوست داشتم و نه اینکه بگم خیلی دوست داشتم برای میگفتم مثلا فروشنده نگی من میرم وای نیستم بکن. بعد خیلی هم درس خون بودم واقعا برخلاف من دیگه خلاصه هیچی. آره داشتی میگفتی مثلا خلاصه از این داستانا خوش آمده بود که کمان مثلا اینطوری دمش گرم اینقدر پرتلاشه بعد ورزش میکرد. ورزش من اون موقع من خیلی کار زشتی میکردم مثلا خب سلامت بدنم و اینا اصلا برام مهم نبود ولی که انجام مثلا گفتش ورزش هم میکرد هی ورزش میکرد. ورزش خب بالاخره ما چون خانواده‌مون ژنتیکاً ورزش خوریم. این چجوری توضیح بدم ورزش میشینه رومون ولی میگم دیگه راه درستی رو نمیرفتن که انجام میگفتش مثلا نکن بیا دیگه. خلاصه مثلا ما یه ویدیو گذاشتیم اینستا بعد ریلز بود از عقدمون حالا از عقدمون اینا هم بود. بعد من گذاشتم و بعد روش نوشته بودم که وقتی رفیق 9 سالت تبدیل به شوهرش هیت گرفت که آره داداشی بوده فلان بوده. اصلا داستان این نیست. وقتی مثلا چه میدونم 2 نفر دوست بودن با هم نه این تو رابطه بوده که بگم من به مثلا دوست دختره خیانت یعنی این در واقع دوست دخترش خیانت کرد نه من توی رابطه بودم که بگم من به دوست دخترم خیانت کردم حالا بعد ما با هم اوکی شدیم. اصلا این داستانا نبوده. اتفاقا خیلی حالا نمیگم مثلا یه سری رفاقت‌ها وقتی میبینی که خب شناخت کامل ازش داری هدفهاشو میشناسی میدونی که چه مثلا دختریه چه پسریه
ایرادی توش نمیدیدم. به نظر من مهمترین چیزم تو این داستان اون هدف هست که مثلا حالا میگم من وقتی میدیدم تو همش به پیشرفت داری فکر میکنی اینا واقعا خیلی عشق از این می‌کردم. خوشش میومده. آره خیلی هنوز عشق ما می‌کردم. موفق مهاجرت نشدیم. چرا؟ چون وقتی ازدواج کردیم سعید گفت وایسا مثلا ژاپن صفر شه بعد مهاجرت کن. بعد چه میدونم زبان خوندیم یه تایمی سخت بود از یه تایمی بعد براش نخوند. بعد یه مشکلاتی برامون پیش اومد از نظر روحی مثلا تضعیف شده بودیم. باز گذاشتیمش هی قطع شد تا الان. یه راه بهتر مهاجرت یه سری واسه همون پیش اومد آره. سرمایه‌اش و پولش رو نداشتیم نتونستیم. یه خلاصه نشد میگم یعنی تمام کائنات دست به دست هم دادن نشد. و حالا که ازدواج کردیم اینم بهتون بگم ما ممکنه تو سوالا باشه آره یا نه اینا نداشت. نه گفتم به یه سری سوالایی که کلیتیه رو نداشت. بحث ازدواجمون ما دقیقا 1 سال بعد از دوستیمون سعید تصمیم گرفت که یعنی به مامانش گفتش که من میخوام مثلا اقدام جدی بکنم دیگه مثلا یعنی کمند اصلا زورم مثلا نه مثلا گفتش که دیگه میخوام خیلی جدی چه شوخی بی منظور بود شوخی بی مورد نکنیم آقا نه ولی جدی مثلا خب که من یه همه دخترها همینن دیگه این بود کی میای منو بگیری نه اونا که واقعا به شوخیه کی میای منو بگیری صدم گفتم آقا امروز چند شنبه است شنبه پاشو بریم نه بعد دیگه من خانواده‌ام سبزوار بودن دیگه من رفتم سبزوار 1-2 روز جلوتر بذار من اینا رو خود کنم اینا رو خود کنم سعید و خب بردار از اونجا خود کنم بعد سعید و مادرش اومدن سبزوار آشنایی با خانواده من بعد ما خواستگاری نداشتیم نه خواستگاری داشتیم نه مراسمات که خیلی یا بله بودون اینا هیچی نداشتیم کاملا اروپایی بودیم ما و خانواده من گفتن که آره اگه میخوای عروسی بگیریم ولی بیان مثلا سبزوار برای فامیله خودمونم که شده چون خیلی هاشون نمیتونستن بیان البته داماد اینجوری اونجا قفل بودا مثلا من تتو داشتم بعد پیرسینگ من خیلی داشتم می‌ترسیدم خانواده‌ام مثلا این تتو داره مثلا خوششون نیاد یا مثلا بالاخره یه ذره شیطنت تو قیافش هست دیگه تو اینستا می‌بینیم شبیه دوست پسر نگیره واقعا مثلا اونطوری بود چهرش واقعا بخوام بگم و من اینطوری بودم که از قبل مادرزینم میگفتم ببین تتو خوبه مامان تو چرا نمی تتو بزنی مثلا بهشون میگفتم که نه اصلا دوستان قطع شد حجممون پر شد دیگه اینا پاگاه قسمت اوله دیگه آره خلاصه کجای صحبت من بودم مادر آها گفتم بیا یه مراسم بگیریم آفرین گفتم بیا یه مراسم بگیریم و اینا دیگه هیچی و قرار بود مثلا توی خونه در حد اینکه مثلا بزرگترها باشن و عمه و عمو باشن مراسم بگیریم ولی متاسفانه که نه خوشبختانه مثلا لحظه فکر می‌کنم آخر دیگه 1 ماه مونده مراسم مادر بزرگم حالا چرا گفتم متاسفانه خب از اینکه مثلا لحظه آخری شد مثلا کارا تو برنامه آره گفتن که چیز کنیم بیاین اصلا تالار بگیریم و اینا مامان بزرگم گفت بذار فلانی هم دعوت کن چون من بابام 6 تا دایی داره حالا یکیشون که نیست خارج از کشور بقیه‌شون دوست داشتم همه باشن از بچگی توی عروسی دیگه گفتم سعیدم اینا درست کردم ببین چقدر حس کردم اینا رو دیگه هیچی گفتم باشه لباس مراسممو دنبال یه لباسی بودم که تنه یکی از دوستام توی مراسم نامزدیش دیده بودم پیدا نکردم یعنی رفتم اون مزونی که خودش گفت و نداشت گفت دیگه تولیدم نمیشه و من میترسیدم یه خیاط دیگه ای هم بدم بهش گفتم آره متاسفانه نبود و الان باید برم دنبال لباس بگردم و اینا و طفلی گفتش که بیا من این لباسم بهت میدم و من خیلی خوشحال شدم چون خیلی لباس رو دوست داشتم لباست خیلی خوشگله آره خدایی من خیلی شبیه اروپایی دیگه خلاصه هیچی لباس همینطوری جور شد بعد سریع رفتیم سبزوار با آتلیه اینا هماهنگ کردیم و اینا دیگه حالا مراسممونم 2 چیز بود آره آفرین عقدمون 1 عید بود مراسم 2 عید خب خلاصه مثلا دیجی پیدا کردن خیلی سخت بود نمیدونم تالار پیدا چون 1 ماه فرصت داشتیم این داستانا رو هماهنگ کنیم و اینا
خیلی سخت بود. بودو این برانبر خیلی از پلنا رو اصلا بعد که مثلا عروسی تموم شد بعد مثلا بعد 2 ماه گفتم من چرا این کارو نکردم، چرا اون کارو نکردم. همه کارش هم خودمون کردیم. آره واقعا همه پیگیریش با خودمون بود. بعد خیلی اصلا خریدار رو خودمون انجام دادیم و اینا. دیگه هیچی. میگم خواستگاری اینا هم نداشتم. مهریه‌ام حالا یه صحبتی با هم کردیم. در نهایت من فکر می‌کنم توی خانواده‌های ایرانی مهریه اون چیزی که پسر و دختر میخوان نمیشه و یه چیزی ما بین حالا که انشالله در آینده آدم ازدواج کنه اگه موفق بود که انشالله هم هست، مثلا چه میدونم بعداً تغییرش میدی به اون چیزی که دوست داشتی. دیگه این از اینو. دیگه چی؟ عروسی. قرار بود عروسی بگیریم ولی خب کنسل شد نگرفتیم. و من خیلی یه ذره سختم هم کار کنم هم صحبت کنم مثلا. بعد دیگه هیچی عروسی نگرفتیم مثلا برای عروسیم خیلی تضا داشتم. منم خیلی تضا داشتم. آره خدا نکنه من یه عروسی به شما بده کار. آره همیشه سعی می‌کنم من یه عروسی خفن برای دلوزه میگیرم اینا. دیگه هیچی. اونم از اون عروسی هم نگرفتیم. در واقع ما عقد کردیم 1 عید و 2 عید هم مراسم گرفتیم. شبه مثلا چون نامزدی میشه چی میشه؟ وای قبل عقد بعد عقد بله برون که نمیشه. نامزدی هم که میگن نه عقد نیستی دیگه. خلاصه دیگه عقد کنون میشه دیگه. عقد کنون. آره اسمشو میذاره نه. بعد مثلا من خیلی چیزای عروسیمو بعد کشید شد دوست نداشتم. فیلم برداری من حالا بد نبود ولی ادیتشو اصلا دوست نداشتم. واسه همینه که خیلی پرسیده بودن قبلا که چرا فیلم عروسی تو نمیذاری، بذار دیگه فلان اینا. مثلا به خدا خیلی جاهاشو دوست ندارم. مثلا رو مخمه نگاه میکنم. با اینکه خیلی هم نگاه کردم، خامشو خیلی نگاه کردم. بعد که ادیت شد خورد تو ذوقم. یعنی من خودم به شخص اون فیلمو بهتون بگم در آینده میخوام برای 100 دفعه فکر کنم دیدم. یعنی هر کدوم از دوستای ما اومدن خونه که من پیشنهاد فیلم عروسی داده و منم نشستم باهاشون دیدم. یعنی خلاصه حفظم الان دیگه چیکارا کردن کجا چجوری. ولی من خیلی دوست دارم. خلاصه شب خیلی خوبی بود. خیلی خوش بود. من 100 بار هم برگردم به عقب باز هم عروسی مراسم میگیرم و عروسی هم میگیرم. یعنی دوست داشتم خیلی خرج. الان یه عده ممکنه بگن که با این خرجا پیشنهاد عروسی میدی. نه ببین من میگم یه عده آدمی که دوست داری رو دعوت کن با یه مدل شام با نمیدونم 2-3 تا مدل دسر اگه میخوای خیلی هم مثلا ساده یه چیز ساده کسایی که دوست داری و فکر می‌کنی و واقعا خاطره‌ای بود که هم مهمونام همیشه میگن عجب عروسی بود. حالا ما میگیم عروسی هم خودم خیلی دوست داشتم و میگم 100 بار هم برگردم به عقب. من مثلا قبل از مراسم میگفتم که خب کمان جان منو بلند نکنی یا من مثلا قیافم نمیخوره بخوام برقصم. آره دعوا میکرد با هم. دیگه رفتیم داخل و جمع و دیدم و مهمونا انقدر یه تیکش هم گذاشتن تنیستم خلاصه دیگه دست میزد تشویق میکرد برای دست بزنن. خیلی شب خوبی بود خلاص. خب ما یه سری کارا رو انجام دادیم. گوشت رو ریختیم توی پیازا تفت دادیم. الان فلفل دلمه رو سعید جان ریخت و اینا. بعد ما گفتیم شاید یه سری مباحث جا مونده باشه که از شقایق خواستیم هر چی که برای سواله و جا مونده رو ازمون بپرسه لطف کنه. بفرمایید شقایق. اونجایی که گفتید هدفاتون یکی شد و علاقه بینتون شکل گرفت و سعید کارشو آورد پردیس با هم زندگی می‌کردیم. آره ما اصلا اولش میگم سعید گفت بیا خونه پیش مامان من و من اونجا بودم. بعد سعید که کارشو آورد پردیس و میگم اون علاقه هم شکل گرفت دیگه با هم زندگی می‌کردیم. اصلا هم خرج تور شده بودیم دیگه. مثلا چون اتاق من یه یخچال آره مثل زندگی متأهلی یه یخچال کوچولو داشت یا مثلا خرجمون و میوه‌مون رو نمیدونم چون جفتمون ورزش یه چسبیدیم ورزش و اینا رژیممون رو رعایت می‌کردیم. من خودم می‌رفتم واسه خودم خرید می‌کردم می‌بردیم. ما یخچالمون و غذامون همه چیمون جدا بود. اون موقعی که من تنها بودم من تنها، بعدم که سعید اومد سعیدم وسیله‌هاشو آورد گذاشت توی یخچال و اینا. خلاصه با هم زندگی می‌کردیم و اون در واقع رضایت بود از سمت پدرها و مادرها و اونا. پس یعنی خانواده‌هاتون در جریان بودن که با هم
بله خونه ما که بودیم خب بالاخره مادرم هم که بود رفت آمد پدرم داشتن هم فوت خانواده کرده بود خانواده. اون زمان دیگه پدرم فوت کرده بود فقط مادرم بود بعد دیگه خانواده که من جانم که در جریان بودن بعد پس یعنی شناخت و دوستی قبل ازدواج موثر بوده برای رابطه؟ خیلی. ببین من همیشه به دوستان میگم با یه مرد که زندگی میکنی حتی جوراب در آوردنش این که در بیاره بتونه باز کسی یا کنار تخت برات یعنی چجوری بهت بگم خیلی موضوع مهمی میشه اینکه جورابش این مرد کجا میندازه، تمیز هست تمیز نیست، شلخته است شلخته نیست، به طور آفرین. مثلا یه سری مواردی که مثلا منو جذب کرد نسبت به سعید این بود که مثلا صبح گوشی زنگ میخورد 6:30 این مثل فشنگ بلند میشد. خیلی خوبه واقعا. اینا خدمت مونده بود شقایق جان درد کشیده است گریه میکنه. اینا خدمت مونده. آره مثلا اینا خیلی میگم خیلی توی زندگی حالا تشویق نمیکنم آدمو به زندگی قبل ازدواج و فلان و اینا ولی میگم برای ما خیلی موثر بود، خیلی تاثیر داشت. قلق هم دستمون اومد بعد که اومدیم دیگه جدا شد زندگیمون و اومدیم زیر یه سقف خودمون دوتا بودیم خب خیلی راحت تر بود سری مسائل هرچند البته اینم بگم ما اصلا زندگی قبل از ازدواج و زندگی بعد از ازدواج خیلی با هم فرق میکنه. آره بابا. چون مثلا یه سری چیزای ریزیه آره میشه مثلا یه بحثی بینمون میدونی چی میگم. خب بالاخره دو تا آدمیم، دو تا مثلا عقاید داریم، دو تا نمیدونم چیز داریم، هرچند اینا با هم نزدیک ها، نمیگم مثلا خیلی با هم دور و اونا، ولی همونو باعث میشه که مثلا سر یه چیز کوچیکی با هم بحث کنیم. خب بعد اونجا چی باعث میشه که مثلا فاصله شکل نگیره؟ اون علاقه است دیگه که مثلا میگی دوستش دارم کنار میام این داستان رو چقدر قشنگ گفتم اینو میشه ریزش کنی؟ بله سوال دیگه؟ سوال دیگه تموم شد. خب ما بریم سراغ سوالات شما. یه چیز دیگر هم بگم قبل از اینکه این داستان تموم بشه. ما خیلی 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 وقتی اومدیم زیر سختی کشیدیم، از نظر کاری، از نظر احساسی، از نظر حمایتی، از نظر از همه جور. حالا باز میگم کمان خیلی قوی تر از من بود به خاطر این خیلی مستقل تر بود و اینا. من خیلی یهو همه چی ریخ سرم و اینا، ولی انقدر وجودش انقدر چیزش برام انرژیش برام خوب بود خب که اصلا خیلی ساده شد مثلا رد کردیم و الان هم خدا رو شکر روز به روز داریم میریم بالاتر زنیم. بریم بحث تو. من دست فروشی کردیم که بتونید بساط داشتیم که تهران باز تحرک